السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد امیدوارم خوب هستین. انشالله الحمدلله. استاد در مسئله سطر انشالله که الله اوجه برای بندهاش نشان داد که کی مسلمان حقیقیه کی چیه، همشه الحمدلله دیدیم فهمیدیم. خب استاد در مسئله فتوا دادن بعد شخص به خود قبول کردنی فتوا یک کسی دیگر، راستی من یک گاه سوال پیدا میشه، یکم سوالا یک شخصیت میپرسیم که فتوا میتیه، راستی دل نمیخواه همون فتوای همون انسان قبول نمیکنه، آیا ما حق داریم که مثال به فتوای همون گرفته کار کرده؟ مثال میدونیم که همون انسان تا جای را فتوا را چیز نمیکنه، مثال ای کتاب بینه یا یکم جا بینه، مثال سوال دادی فتواش را گرفتی، مثال الحمدلله انسان اهل فهم اینه که راستی دل همون قبول نمیکنه همون چیزه، ما آیا حق داریم که به فتوای همون شخصیت کار کنیم؟ نه، الله تعالی گفت که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر شما نمیدانید از اهل علم بپرسید. گفت هر مسئله که نمیدانید باید از اهل علم بپرسید. اكو از اهل علم باید از کدام نوع اهل علم بپرسید؟ از آن اهل علمی که به علمش و به امانتش دو صفت است. به این دو صفت یعنی در ساحه خودش متخصص باشد، در علمدار باشد و امانت نگهدار باشد. علمدار به معنی که علم دارد به چیزی که میگه طبق قرآن و سنت است، یعنی از شریعت بیرون فتوا نمیتید، این یعنی که میداند. و امانت نگهدار به معنی اینکه میداند لیکن خلاف علمش فتوا میتید، برای اون که وضعیت همین طلب میکند، مستقل نیست. اصلا آدمی که فتوا میدهد و به مردم علم میدهد باید مستقل باشد. مستقل این است که یعنی در زیر فشار یگان سیاست یا شخصیت یا گروه قرار نگیرد. اگر ضد فلان گروه گپ زند اون گروه اینو به قتل میرساند، بنابراین آنها را رعایت کرده فتوا میتید، یا بر میلی به سوی آنها دارد، این نادرست است. یا میلی به یگان سیاست دارد، نادرست است. آدمی که فتوا میتید باید یگان چیز رعایت نکند، فقط الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم رعایت کند، حقوق مسلمان، حقوق علم ضایع نکند و از همین خیل آدم علم گرفته میشد. و خب اینجا داملا باز چند نفر دیگر هستن. وقتی که شما به یک آدم علم و امانتش باوریتون نیست، مثلا شما 3 طلاق دادید، میدونید که همین آدم امانت نگهدار نه، به فتواهاش دلتون قرار نمیگیرد. اون آدمی که به فتواهاش دلتون قرار میگیرد رفتید که گفت که 3 طلاق شد، زنت حرام شد، جدا شو گفت. شما میخواهید که از زنتون جدا نشید، پیش این اومدید، بعد زنتون براتون حلال نمیشد، برای اینکه شما به فتوای این باور ندارید. شما در قرارت قلبتون به علم و امانت این باور ندارید، اینو باید نپرسید اصلا.